مزمور 91 آیه 1 میگوید: آنکه در مخفیگاه اون متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. وقتی اوقات خلوت در حضور خداوند به سر میبریم، وقتی با خداوندمان خلوت میکنیم و کلام او را میخوانیم، وقتی در عمق‌های کلام او غوطه‌ور میشویم، وقتی در خلوت و سکوت اتاقمان نزد پدر آسمانی خود که در نهان است دعا می کنیم، او یافت می شود. خداوند در مخفیگاه یافت می شود. در مخفیگاه از حضور او سیراب می شویم. در خلوتگاه از نور خدا، از فیض و رحمت او و از قوت و محبت او پر می شویم. در مخفیگاه از حیات خداوند پر می شویم. در مخفیگاه خدا واقعی می شود و زنده در قلب هایمان. در خلوتگاه افکارمان تازه می شود و جانهایمان آرام می گیرد. شخصیت ما تبدیل می شود. دیدگاه ما تغییر می کند. ارزش‌ها و معیارهای زندگی دگرگون می شود. خواسته های خدا آرزوی قلبی من می گردد. در مخفیگاه رابطه شخصی، صمیمی و عمیق‌تری با خدا داریم. خدا واقعی می شود و حضور او محسوس. خدا در قلب هایمان زنده می شود. در خلوتگاه ایمانمان افزایش می یابد و دیگر نه با دیدار بلکه با ایمان زندگی می کنیم. در مخفیگاه خدا ما را از درون متحول می سازد و ما را به شباهت فرزند خود، خداوند و منجیمان عیسی مسیح در می آورد. محصول
این دگرگونی درونی تبدیل برونی است که میوه اون در روش زندگی روزمره ما تجلی پیدا می کند و دیده می شود. خداوندمان عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8:12 فرمود: من نور جهان هستم. و در متی 5:14 فرمود: شما نور جهان هستید. وقتی در مخفیگاه در حضور خداوندمان عیسی مسیح میمانیم، از نور او منور میشویم و خود نور جهان میشویم. موسی 40 روز در حضور خدا در کوه سینا بود. بعد از 40 روز وقتی از کوه پایین آمد، چهرهش درخشان بود. چون هارون و قوم بنی اسرائیل موسی را دیدند، ترسیدند تا به وی نزدیک شوند. پس موسی نقابی بر چهره خود گذاشت، چون چهرهش از نور خدا نورانی شده بود. وقتی در حضور خداوندمان عیسی مسیح که نور جهان است میمانیم، از نور او منور میشویم و خود نور جهان میشویم. عیسی مسیح خدای صلح در متی باب 11 آیات 28 تا 30 می‌فرماید: بیایید نزد من ای زحمت کشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. خداوند عیسی مسیح 2000 سال پیش به شاگردانش و حال به من و شما در متی 28 آیه 20 می‌فرماید: اینک من هر روزه با شما تا پایان عصر هستم. اینک من هر روزه تا پایان دنیا با شما هستم. خدا همچنین در تثنیه 31:6 و عبرانیان 13:5 به ما وعده داد که ما را هیچ وقت وا نخواهد گذاشت و ترک
نخواهد کرد. حال برای شما فرزند خدا که صدای من را میشنوید دعا میکنم که خداوندمان عیسی مسیح شما را از صلح و آرامش خود پر کنه. ای پدر آسمانی، در آسمان را بگشا و شلامت را از آسمان بر فرزند محبوبت جاری ساز. برکات آسمانیت را بر فرزندت بریز. باران رحمتت را بر او بباران. او را از صلح خودت پر کن. نورت را بر او بتابان. قلبش را از عشق و محبت خودت لبریز کن. سلامتی تو بر فرزندت باشد و حیات تو در او. ای پدر آسمانی و ای منجی من عیسی مسیح، شکرت می کنم برای روح قدوس تو که در ما ساکنه. شکرت می کنیم ای روح قدوس، ای آرامی جان ما. شکرت می کنیم. سپاس گزارتیم ای خداوند، ای آرامی جان ما. آگوستین از پدران کلیسای قرن پنجم اینطور میگه: خدایا، در پی تو همه جا گشتم، همه جا در جستجوی تو بودم. هان تو را در درون خود یافتم و جان من آرام گرفت. شکرت میکنیم ای روح قدوس، ای خداوند، ای روح پاک که در درون ما ساکن گزیدی و جان ما را آرام کردی. ای روح قدوس، بیا و بدن ما را معبد خود ساز. بیا رهبر ما باش، سرور و خدای ما. سکان زندگی من را به تو می سپاریم. ما را هدایت کن. شکرت می کنیم ای خداوند که در دستان امن تو هستیم. شکرت می کنیم ای منجی من عیسی مسیح که در این تلاطم زندگی تو ما را نگه می داری. دستان زورآور تو با ماست. شکرت می کنیم ای خداوند، ای آرامی جان ما. تو صخره نجات ما هستی. شکرت می کنیم ای عاشق جان ما. ای خداوندم، ای ملجای من،
زبان ما را بگشا تا نام تو را بستاییم. مزمور 22:3 میگوید خداوند با سرودهای ستایشی قوم خود بر تخت می نشیند و با پرستش ها بر قوم خود ساکن می شود. و مزمور 34 می گوید ای عالمیان بیایید و ببینید و بچشید که خداوند نیکوست. خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را با من تجلیل کنید، نام او را با یکدیگر برافرازیم. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد. او مرا از همه ترس‌هایم رهانید. آنان که نگاهشان بر اوست می درخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمی شود. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگی‌هایش نجات بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنان را میرهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال اون که در او پناه گیرد. ای مقدسین خداوند، از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیران ژیان محتاج و گرسنه می شوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. ای فرزندان، بیایید و به من گوش فرا دهید تا ترس خداوند را به شما بیاموزم. کیست آنکه آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار تا نیکویی ببیند؟ زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند. از بدی روی برگردان و نیکویی پیشه کن. آرام بجوی و در پی صلح باش. چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان. روی خداوند بر ضد بدکاران است تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند. پارسایان فریاد برمی آورند و خداوند آنان را می شنود. او ایشان را از همه تنگی هایشان می رهاند. خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می بخشد. پارسا را مشقت بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های او را حفظ خواهد کرد که یکی از آنها نیز نخواهد شکست.
شریر را شرارت از پا در خواهد آورد و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد. خداوند جان خادمان خود را فدیه می دهد. هر که به وی پناه برد هرگز محکوم نخواهد شد. کلام خدا میگوید ضعیف بگوید من قوی هستم و فقیر بگوید من غنی هستم و محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، چون تو ای خداوندم، ای شبان نیکویم با منی. مزمور 23 میگوید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های آرام بخش رهبریم می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد و به خاطر نام خویش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو ای خداوندم، ای عاشق جان من، ای آرامی جان من، زیرا تو با منی. عصا و چوب دستی تو قوت قلبم میبخشند. سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم میگسترانی. سرم را به روغن تدهین میکنی و پیاله‌ام را لبریز میسازی. همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. شکرت می کنم ای خداوندم که هیچ وقت من رو ترک نخواهی کرد. شکرت می کنم ای پدر آسمانی که یتیم نیستم، چون ای پدر جان، ای پدر آسمانی، چون تو رو دارم. شکرت می کنم ای خداوندم، ای عیسی مسیح، ای منجی جانم، ای آرامی جانم. شکرت می کنم ای روح القدس که در من ساکن هستی و مراقب من. شکرت می کنم، شکرت می کنم ای خداوندم. شکرت می کنم ای خداوندم، ای عاشق جانم، برای وعدت که در دوم تواریخ
7:14 فرمودی: چنانچه قوم من که به نام من خوانده می شوند خود را فروتن سازند و دعا کرده روی مرا بجویند و از راه‌های بد خویش بازگشت کنند، آنگاه من از آسمان خواهم شنید و گناهانشان را آمرزیده سرزمینشان را شفا خواهم بخشید. ای خداوندم، خودمان را فروتن می کنیم، از راه‌های بد خویش بازگشت می کنیم و روی تو را می جوییم. از تو ای منجیمان عیسی مسیح طلب بخشش می کنیم. کلام خدا می گوید: اگر بگوییم آری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. شکرت می کنیم برای کلامت مسیح جان که در اول یوحنا 1:9 فرمودی: اگر گناهانمان را اعتراف کنیم تو امین و عادل هستی و گناهان ما را میبخشی و ما را از هر نادرستی پاک میسازی. شکرت میکنیم ای منجی ما عیسی خداوند که گناهان ما را در بدن خودت بر صلیب حمل کردی. شکرت میکنیم که به خاطر گناهان ما تو مردی تا ما زنده بشیم. شکرت میکنیم که دیگر هرگز 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 گناهانمان را به یاد نخواهی آورد. شکرت میکنیم که به خاطر گناهان من مردی تا من زنده بشم. شکرت میکنیم ای خداوند عیسی مسیح که با زخم‌هایت شفا یافتیم. شکرت میکنیم ای یهوه شفا دهنده من. شکرت میکنیم. مزمور 107 آیات 20 تا 22 میگوید: خدا کلام خود را فرستاد و قوم بنی اسرائیل را شفا داد و ایشان را از نابودی خلاصی بخشید. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس میگویم به جهت کارهای شگفت انگیزش برای بنی آدم. قربانی‌های تشکر تقدیم خداوند میکنم و با فریاد شادی کارهای او را باز میگویم. شکرت میکنم ای خداوند. خدا کلام خود را فرستاد و قوم اسرائیل را شفا داد. من خدایم شفا دهنده، من خدایم شفایم، کلامم را فرستادم
ایستاده‌ام، بیماریت شفا یاب. تو خدایی شفا دهنده، تو خدایی شفایم. کلامت را فرستاده ای، بیماریم شفا یاب. نام خدا و کلام او والاتر از هر بیماری و هر مشکل است. ممکن است خبر هولناکی از دکتر شنیده اید که بیماری شما و یا یکی از عزیزان شما غیر قابل علاج است. اما علاج هیچ بیماری برای خداوندمان عیسی مسیح غیر ممکن نیست. خدا در کلامش وعده داد که قومش را شفا می دهد. او کلام خود را می فرستد تا ما شفا پیدا کنیم. بگذار کلام خدا بر لب‌هایت جاری شود. برای او بسرا. خدایم شفا دهنده، من خدایم شفایم. کلامم را فرستاده‌ام، بیماریت شفا یاب. تو خدایی شفا دهنده، تو خدایی شفایم. کلامت را فرستاده ای، بیماریم شفا یاب. بیماریم شفا یاب. عیسی مسیح با کلام خود بیماران را شفا می‌داد، کوران را بینا می‌کرد و کران را شنوا. با کلام او لالان زبان باز می‌کردند، معلولین به راه می‌افتادند، زنان نازا آبستن می‌شدند، مرده ها زنده می شدند. با کلام خداوند عیسی مسیح دریای خروشان آرام می گرفت و با کلام او زمین و آسمان آفریده شدند. کولوسیان باب 1 آیه 16 می گوید همه چیز به واسطه عیسی مسیح آفریده شد. اونچه در آسمان و اونچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. کلام خدا را بر لب‌هایت جاری کن و برای او سرود بخوان. من خدایم شفا دهنده، من خدایم شفایم. کلامم را
فرستادم بیماریم شفایا تو خدایی شفا دهنده تو خدایی شفای کلامت را فرستاده ای بیماریم شفایا بیماریم شفایا هللویا حمد و سپاس از آن توست ای خدایم یهوه جلال بر نام تو ای خداوندم ای عیسی مسیح شکرت می کنم ای مسیحم ای منجیم ای شبان نیکویم ای آرامی جانم حمد و سپاس از آن توست ای خداوندم ای عیسی مسیح شکرت می کنم هللویا حمد و سپاس از آن توست ای خدایم یهوه حمد و سپاس از آن توست نام تو مقدس باد ای پدر ما که در آسمانی پادشاهی تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد قدرت و جلال تا ابد از آن توست ای پدر آسمانی شکرت می کنم هللویا حمد و سپاس از آن توست ای خدایم یهوه حمد و سپاس از آن توست شکرت می کنم ای خداوندم ای روح قدوس که در من ساکن هستی و جان مرده من را احیا کردی شکرت می کنم ای روح قدوس که من را از آن خدایم یهوه کردی بیاییم با تمام وجودمان برای پدر آسمانیمان و منجیمان عیسی مسیح سرود بخوانیم بیاییم با زبانهایمان نام او را جلال دهیم اعلام کنیم که وقتی همه چیز در حال از هم پاشیدن است خدایم یهوه نگهدار من است از طاعون مرگبار نخواهم ترسید و از وبای مهلک بیم نخواهم داشت چون تو ای خداوندم شبان منی محتاج به هیچ چیز نخواهم بود خداوند شبان نیکوی من است او صخره نجات من است او ملجا و پناهگاه و محافظ من است پس از هیچ چیز نخواهم ترسید چون تو ای شبان نیکو
با منی. هللویا. حمد و سپاس از آن توست ای خدایم یهوه. بیاییم مزمور 91 را با هم بسراییم. آنکه در مخفیگاه اون متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. درباره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد، از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیم روز هلاک می سازد. گرچه 1000 تن در کنار تو فرو افتند و 10,000 بر جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید، چون خداوند را پناهگاه خویش گردانیده ای و آن متعال را مأوای خویش ساخته ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزد خیمه تو نخواهد آمد، زیرا فرشتگانش را درباره تو فرمان خواهد داد تا در همه راه‌هایت نگاهبان تو باشند. آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگی بزنی. بر شیر و افعی گام خواهی نهاد، شیر جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد. خداوند می‌فرماید چون مرا دوست می‌دارد او را خواهم رهانید و چون نام مرا می‌شناسد از او محافظت خواهم کرد. و مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. در تنگی با وی خواهم بود، او را خواهم رهانید و عزت خواهم بخشید. به عمر دراز او را سیر خواهم کرد و نجات خویش را به او نشان خواهم داد. شکرگزار تو هستم ای خدایم، ای روح قدوس. جلال بر نام تو ای خداوندم، ای مسیحم
نام تو مقدس باد ای پدر آسمانیم.